سلام علیکم، چطورید آقا؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید عالی در پناه پروردگار عزیزم باشید. ببخشید من صدام یکم گرفته است چون هنوز دارم تو روند بهبودی ام و دارم هی بهتر و بهتر میشم به لطف خدا. و اینکه ولی دیگه گفتم بیام یه ویدیو دیگه واسهتون بگیرم و هم دیگه یکم حرف بزنیم. خواستم امروز راجع به مدیتیشن با تو صحبت کنم. بچه ها، مدیتیشن واقعا خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر که میخواید فرکانس زندگیتون و انرژیتون و اصلا زندگیتون رو میخواید تغییر بدین، واقعا نمیدونم یه سریاش چجوری هنوز مدیتیشن نمیکنن و مدیتیشن اصلا چیز سختی نیست. خیلی ذهنیت مردم راجع به مدیتیشن خرابه، همونطور که ذهنیت مردم خیلی راجع به مثلا قانون جذب و نمیدونم کارما و اینجور چیزا هم خرابه. نمیدونم چرا یه سری افراد ناآگاه اومدن یه سری چیزا گفتن که ذهنیت آدم رو خراب کردن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. و همه ما میدونیم که گذشتگان ما، مثلا انسان‌های اولیه یا خیلی قدیم و اینا، حتی با مدیتیشن مثلا خودشون رو شفا میدادن. یعنی کاری نبوده که بدون مدیتیشن کردن انجامش بدن. مثلا حالا یه قسمتی از بدنشون درد میکرده، میشستن تمرکز میکردن، فکر میکردن روی اون قسمت، انرژی اونجا جمع میکردن و اونجا رو برای خودشون شفا میدادن. خب یعنی مدیتیشن واقعا خیلی مهمه و فوق العاده ساده است، فوق العاده ساده است. بچه ها مثلا فکر میکنید که خیلی اطلاعات زیادی همیشه همه جا هست و خیلی سخته و حتما باید عود روشن کنه، حتما باید فلان موزیکو بذاره، حتما باید بلد باشه، حتما به چاکراها مربوط میشه. اصلا اینطور نیست. من خودم زمانی که شروع کردم مدیتیشن کردن هیچ اطلاعاتی نداشتم، فقط روی نفسم تمرکز میکردم. همین، فقط روی اینکه گرفتگی های بدنم رو باز کنم، ریلکس بکنم و از نوک انگشت پام شروع کردم همینطور ریلکس کردن تا فرق سرم و تلاش میکردم که حالا اوایلش تلاش کردم، بعدش دیگه اصلا هیچ تلاشی هم نمیخواست که به چیزی فکر نکنم و تمرکز کنم روی بدنم و به هیچ چیزی فکر نکنم. همین، نه مانترا میدونستم، نه چاکرا میدونستم، هیچی، نه بوی خاصی، نه موزیک خاصی، هیچی. بچه خیلی ساده است مدیتیشن، خیلی ساده است و لازمه یه هر کسی توی این دنیا اینه که حتما آقا این وقت رو برای خودت بذاری. خیلی مهمه برای کل زندگیت، و وقت بذاری برای خودت. خیلی مهمه. بهترین زمانش وقتی که از خواب بیدار میشی و وقتی که میخوای بخوابیه. بهترین تایمش 20 دقیقه است. و اینکه اگر نمیتونید هیچ اشکال نداره، از چند دقیقه شروع کنید، از 1-2 دقیقه شروع کنید، 1 دقیقه 2 دقیقه. آقا 1 دقیقه بشین هر جا که هستی، بخواب، بشین، هر کاری دوست داری، رو مبل بکن، نمیدونم 4 زانو بشین، هر شکلی که راحته، اصلا باشه فرمون. 1 دقیقه فقط به نفست تمرکز کن، فقط راه نفس رو دنبال کن. ببین که نفس از کجا میره داخل، میره، ریهات پر میشه، میچرخه توی بدنت و اون نفس دوباره میاد بیرون. همین، به هیچ چیز دیگه ای فکر نکن. همین، از 1 دقیقه شروع کن، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، تا هر چقدر که دلت میخواد. روزی 1 بار، 2 بار، چند بار، هی تلاش کن. چند تا 1 دقیقه، چند تا 5 دقیقه، چند تا 10 دقیقه، اینو هی بیشتر و بیشتر کن و مدیتیشن رو حتما انجام بده. بچه‌ها مدیتیشن خیلی مهمه. بدون مدیتیشن تو نمیتونی برای خودت قدمی جلو بذاری. اگه که تو نمیتونی این زمان رو برای خودت بذاری، پس فایده نداره. کی تو زندگیت از خودت برای خودت مهمتره؟ کارت، مامانت، بابات، بچت، نمیدونم کی برات مهمتره؟ اصلا مگه مهمتر از خودت برای خودت توی زندگیت وجود داره؟ ما هر کاری داریم میکنیم برای خودمون داریم انجام میدیم. هیچ کس از خودت برای خودت مهمتر نیست. پس این وقتا رو حتما برای خودت بذار. تمرکز کن روی نفست. ببینید روش خیلی متفاوتی، نفس کشیدن خیلی متفاوتی، کار خیلی متفاوتی
زیادن. مثلا خیلی هم مدیتیشن برای جذب ثروت میکنن، جذب عشق، جذب خانواده خوب، جذب پول، جذب نمیدونم ماشین، اینجور چیزا انجام میدن. مدیتیشن برای سلامتی و نمیدونم اینا انجام میدن، برای باز کردن چاکراها، برای نمیدونم باز کردن چشم سوم، برای شفا، هیلینگ. خیلی 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 اندازه تعداد موهای سرت مدیتیشن های مختلف وجود داره، اطلاعات خیلی زیادی وجود داره، ولی انقدر اطلاعات میخوای چیکار؟ یکیشو که دوست داری، یکیشو که باش حال میکنی، یکیشو که بلدی رو انتخاب کن و اون کار رو حتما انجام بده. حتما حتما حتما. فقط یه کاری بکن، از یه جایی شروع بکن و هر روز این کار رو انجام بده. هر روز. فرق نمیکنه اصلا چه زمانی، چه تایمی میتونی برای این کار بذاری، اصلا فرق نمیکنه. فقط شروع کن که اصلا بفهمی که جدی تو برای تغییر کردن زندگیت اصلا جدی میخوای یه کاری بکنی، یه تغییری میخوای بکنی، یه قدم میخوای برای خودت برداری، میخوای بری روی جلو، یه حرکتی میخوای انجام بدی. این مدیتیشن خیلی مهمه. خیلی بچه الان افراد خیلی معروف دنیا، یعنی اصلا نمیدونی، هر آدم خفن که توی زندگیت میشناسی و سراغش در من الان ثانیه شما رو بشیم 6 و 6 شد. یعنی واقعا دارم در قلبم جدی بهتون میگم، هر آدمی که میشناسید رو در نظر بگیرید، همه این آدما مدیتیشن انجام میدن. مدیتیشن های خیلی مختلف. بچه اونا که اصلا حالا در هر حدی که دوست دارن و میتونن سفرهای مختلف با آدم های مختلف، لایف کوچینگ، مربی های زندگی، یعنی مربی های مختلف، تو بگو هند، نپال، نمیدونم هر جای دنیا میرن. همه آدم های معروف دنیا، رونالدو، شکیرا، مسی، نمیدونم هر کسی. الان مدیتیشن خیلی مهمه و همه فهمیدن که چقدر این مسئله برای زندگی ما مهمه و انجامش بدین. من خودم 1.5 سال پیش تقریبا شروع کردم. اصلا انقدر هی مرحله به مرحله جلوتر میری و این مدیتیشن برات جذابتر میشه، چیزای جدیدی میبینی، میشنوی و خیلی اتفاق خیلی خوبی برات میفته که اصلا خودت به اون وابسته میشی، یه جوری بهش اعتیاد پیدا میکنی و تو بلند مدت میبینی که چقدر برات تاثیر گذاره، چقدر برای ذهنت، جسمت، روحت، برای همه چیت خوبه. بچه‌ها شروع کنید از هر جایی که میدونید، به راحت ترین روش ممکن، از نفس. فقط نفس بکشید 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه. و من اصلا نمیگم بیاید برید مثلا 3-4 ساعت یه جا بشینید، حالا نمیدونم با فلان عود و فلان کار و اینا. اصلا ساده شروع کنید مدیتیشن رو. خیلی مهمه، خیلی خفن برای زندگیتون و زندگیتون رو تغییر میده. من اینو نمیگم، از هر کسی که میخواید بپرسید، هر جایی که دوست دارید برید اطلاعات پیدا کنید، برید ببینید که چقدر الان مدیتیشن یه تکنیک فوق‌العاده خفن برای زندگیتونه و این کار رو انجام بدید. حتما از امروز شروع کنید. خیلی ساده است. اگر سوالی چیزی داشتید، حتی اگر در حالا روش‌های پیشرفته ترش رو خواستید بپرسید، زیر همین پست ازم بپرسید، کامنت بپرسید، بهتون جواب میدم. روز خوبی داشته باشید.